سلام و احترام به همه ایرانی هایی که همراه پیج ایرانی ها هستن. راز ترس نهفته در انیمیشن انتقام خون حاج قاسم چیه؟ خب براتون بگم، انتشار انیمیشن انتقام حتمی است که به عنوان یکی از آثار برگزیده ارسالی به پویش قهرمان در پایگاه اطلاع رسانی خامنه‌ای.ir برگزار شده بود، فراتر از فضای مجازی اصلی ترین افراد دخیل تو ترور حاج قاسم و همچنین دستگاه امنیتی ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار داده. اما تو این انیمیشن چی است که از پومپئو تا پنتاگون و سرویس مخفی آمریکا رو مجبور به واکنش کرده؟ بازتاب این انیمیشن بین دستگاه امنیتی نظامی آمریکا و اظهارات منفعلانه چهره‌هایی مثل پومپئو نشون میده که ایران چطوری با معتبرسازی انتقام سخت به لحاظ روانی هم قاتلین و دستگاه امنیتی و سیاسی دولت آمریکا رو تحت تاثیر قرار داده که یه انیمیشن 2 دقیقه‌ای تو وجودشون ترس چند برابری یا غیر طبیعی درست کرده. این موضوع نشون میده که حفظ اثرهای جنبه روانی راهبرد انتقام سخت از لوازمیه که ایران برای پیشبرد اخراج آمریکا از منطقه تونسته به خوبی ازش محافظت کنه. کارشناسای حوزه عملیات روانی میدونن که این سطح از تاثیرگذاری روانی چقدر تو جلو بردن هدفهای راهبردی انتقام سخت مؤثر و مفیده. از همه اینا که بگذریم، باید به این جنبه اقتدار تو ایران فعلی افتخار مضاعف کرد که وقتی یه انیمیشن ساده مردمی به یکی از رسانه‌های منتسب به رهبر ایران مرتبط میشه، چنان اعتبار پیدا میکنه که کل دستگاه حاکمیتی آمریکا مجبور به واکنش میشن. این انیمیشن فقط یه نشونه است و بدبین‌ترین تحلیلگرا هم میتونن فهرست قابل توجهی از گزینه‌های ارائه بدن که تو 30 سال گذشته رهبر ایران برای جلوگیری از طمع نظامی به خاک ایران برای دشمنای خارجی تو بالاترین سطح معتبر ساخته. خب ممنون که همراهمون بودید. با لایک و کامنت و فوروارد ازمون حمایت کنید. به امید دیدار.